ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. به افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی، رمن استاد ساتیم اولغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار 33. در تیر ماهی گذشته، وقتی که ابودلف استادش را در دهکده گذاشته رفت، پیش از آن که او به طوس برود، فرمانی سلطان محمود به دستگیر کردن و به پای فیل انداختن شاعر و گریزه بودن او به طوسیان معلوم شده بود. نوکرانی به جستجوی فردوسی برآمده این خبر را به طوس آورده بودند. واقعی دهشت انگیز به اهل خانواده شاعر هم معلوم شده بود. ابودلف روایتی را که خودش بافته بود تکرار می کرد، یعنی استادش سر به ماوراء النهر به بخارا و سمرقند گرفت. آمدن وی فردوسی را آنقدر شاد کرد که گویا پسرش زنده شده به سراغ پدرش آمده بود. البته شاعر نخست از احوال و سلامتی اهل خانوادهش پرسان شد. ابودلف با سری خم و چشمانی به زیر افکنده جواب داد که اهل خانواده او همه در سلامت و عافیتند. باز خبری دیگر، وقتی که دو نوکری سلطان در تعقیب فردوسی به طوس رسیده، فرمان سلطان را درباره حبس و قتل شاعر معلوم کردند، در شهر شور و ولوله برخاسته است. مردمان در اضطراب افتاده به سلطان نفرت می‌خواندند. اطرافیان شیخ ابوالقاسم، علما و آخوندها در ظاهر اظهار تأسف کنند هم در باطن شادی می‌کردند. فردوسی شبهه نداشت که اگر این وقت او در طوس می بود و مخفی هم می شد، آن ذاتها او را به حکومتداران داشته می دادند. ابودلف باز خبر آورد که در خانه ها و محفل های طوسیان شاهنامه خوانی در اوج است. حتی عوامان هم ابیات کتاب را از بر کرده می سرایند. راوی یک هفته همنشین و همدم استاد شد و رفت. به طوس برگشت. بعد از آن یارانی کنج عزلت شاعر باز همان خیالات خودش و بابک بودند و بس. 6 ماه از گوشگیری و مهجوری شاعر گذشت. زمستان رفت، بهار آمد. طبیعت از خوابی گران بیدار شده با آبی بارانهای بهاری روی می شست. روز به روز زمین سبز و خرم، درختانی باغ گلپوش می شدند. تلها را با چیچک و لاله خندان می پوشاند. پرنده ها شادانه نغمه سرا می گردیدند. اما این همه جلوه های بهاری دلفروز دلی شاعر را نمی افروختند. او شمال خورده بستری شده بود. تب می برآورد. دواهای طبیبی از شهر آورده صحاف به تنی ضعیف گشته چندان نفع نمی کردند.
بیماری طول کشید. فردوسی به وهم مرگ افتاد. خیالی این که ممکن است او در این گوشه بی کسی بمیرد او را به دهشت می آورد. با ابوبکر اسماعیل می گفت که اگر به لطف خداوندی بیه شوم به وطن برمی گردم. در میانه های بهار بیماری رو به بهبودی آورد. با کوششی ابوبکر غمخوار و بابکی پرستار او بعد از 2 هفته صحت یافته به پا برخاست. در این میان خبر رسید که سلطان محمود از نو با لشکری گران به سفری هند رفته است. درباره به پای فیل انداختن فردوسی گفتگوها پسنده شده بودند. فردوسی وضعیت را برای از گریزگاهش بیرون آمدن مساعد دانسته به تردد سفر افتاد. با وطن با وطن با اصرار شاعر دوست صحافش برای او در یکی از کاروانهای راهگذر شتری کرا کرد. روزی از روزهای آخری بهار فردوسی با دستیارش در 2 کجاوه حمایلی شتر نشسته راه طوس را پیش گرفتند. سفرشان بی حوادث به خیریت گذشت. وقتی که به طوس رسیدند تابستان در جوش و جولان بود. شاعر به منظره های مونس جانش با هیجان قلبی و دیده پزمانی می نگریست. در شعله آفتابی تابان میسه کشتهای غله را، در کلند و خشاوه سبزوات جنب و جوری مردان و زنان را، در نشیبی تپه ها چریدن پاده و رمه ها را دیده دلش می بالید. از باغ و راغ بوی دلاویزی سبزه و شکوفه ها به مشام می رسید. کشفرودی پر آب سالهای بچگی و جوانی شاعر را، ایامی را که وی در رود با همسالان و رفیقانش شناوری می کرد، یا سحرگاهانی سیرونی راحت افزا را که او در ساحل رود گردش کنان در فکرش ترتیب و اسلوب قصه نوبتی شاهنامه را طرح می نمود به یاد وی می آورد. شاعر از کجا می دانست که این شادی و فرحمندیش از دیدار وطن به زودی زود به ماتمی سیاه تبدیل می یابد؟ در باش او را دختر و دامادش، نبیره هایش بجای نداهای شادی با گریه های های پیشواز گرفتند. نیسانی روشن هم می گریستند. فاطمه بانو در بین آنها نبود. فردوسی به فاجعه پی بود. حس کرد که کدام یک بندی دلش کنده شد. پاهایش سوس شدند. بی حالانه به زمین فرو نشست و 2 دست بر سر زده
فغان برداشت. ای وای خاک بسرم، وا فاطمه جانم، وا یاری مهربانم، همسری از جان عزیزترم. من سوی تو می شتافتم، تو کجا رفتی؟ چرا از من پیشتر رفتی؟ ای پیری بدبخت، به وطن رسیدی و باز غریب شدی. همسایه ها آمده به عزاداری شاعری مصیبت زده شریک شدند، نوحه انداختند. حولی ماتم سرا گشت. پیرمردان او را تسلی می دادند، می گفتند که او خود حکیم است و بهتر از هر کس می داند که از قضا و قدر گریز نیست. گریه و ناله رفته را باز نمی آورد و زنده جز صبر چاره ندارد. فردوسی یک هفته ماتم گرفت. در سری قبری همسرش قربانی ها کرد. چار و ناچار به مصیبتی نوش مدارا کرده کم کم به خود آمد. در این میان از همه غمگین تر بابک بود. شیرینی او را 1 ماه پیش به شوهر داده بودند. دخترک به 17 قدم ماند. از بابک درک نیست. پدر و مادری شیرین دیگر در خانه نگاه داشتنی دختری باریکشان را ناممکن دانسته او را به نکاح یکی از برزگران جوان در آورده بودند. بابکی ناکام 2 روز از دیه گم شد. فردوسی به سراغش به هر طرف آدم فرستاد. او را در راهی نیشاپور در یک کاروان سرا یافتند و گردانده آوردند. سرافکنده و ملول بود. به پای خواجه‌اش و استادش افتیده گریست. فردوسی اول او را جنگ کرد که چرا به وی هیچ چیز نگفته این طور دزدانه گریخت، ولی بعد تسلی داد. گیلمند باشی از من گیلمند باش پسر. من تو را به سفر بردم و دیر نگاه داشتم. چاره نبود. به تو عادت کرده بودم. بی تو حالی من مشکل می بود. تو به من بجای پسرم پسر شدی. اینقدر غصه مخور، خودت را به دست گیر. نمی خواهم، دیگرش را نمی خواهم. گویان می گریست جوانی هجران زدهی نامراد. فاتحه کرده بودند، به وی سوغاتی آورده بودم. بابک گریان از حجره برآمد. فردوسی دخترش را به نزدش طلبید. بابک به من به جای پسرم پسر شد، گفت او به منیژه. تو او را دادرت بدان، مهربانش باش. برایش دختری خوبی را خواستگاری بکن.
حق خدمت بابک به گردن من است. یک دو جریب زمینمان را به نام او وثیقه می کنیم. از مابین 2 ماه گذشت. کار بدان انجامید که بابک را به دختری یکی از کشاورزان دیهه خانه‌دار کردند. فردوسی به جای پدری داماد و منیژه بانو به جای مادرش شده، خراجاتی توی عروسی و مهری عروس را برداشتند. اندکی بیشتر از 1 جریب زمینی میراثی شایر با وثیقه و مهر قاضی به بابک بخشیده شد. فردوسی را شیخ بزرگ ابوالقاسم مسلمانی ریایی و مجوسی نهانی اعلان کرد. عبدالنبی شادابی در جامع تابیران به جماعت می گفت که گرفتار شده غضب پادشاه اسلام را نباید به مسجد راه داد. علما و آخوندها، پیروان و شاگردان آنها از فردوسی کنارگیر شده به مجلس و معرکه هایشان دعوتش نمی کردند، به سلامش به زور علیک می گفتند و می گذشتند. ارسلان خانی حاکم باشد اگر سلطان در سفری هند نمی بود، بیشک شاعر را گرفته به غزنی می فرستاد. فردوسی به جهان و تشویش‌های آن پشت گردانده، خود را در حجره درونی باغش محبوس کرد. منیژه بانو او را پرستاری می نمود. نیسانی می آمد، با شاعر شاهمات می باخت، لطیفه ها می گفت. محمدی لشکری و دیگر دوستان و مخلصان شاعر از جمله فاضلان شهر به زیارتش می آمدند. فردوسی در صحبت آنها 1 ساعت هم باشد غم و اندوه را فراموش می کرد. وقتهای دیگر وی به عبادت داده می شد. از کتابها فقط قرآن می خواند و بس. یوسف و زلیخایش را که در شعریت با شاهنامه به مقایسه نمی آید بهترین اثری خود می شمرد و به این داستان پارچه های نوی اضافه می کرد. اما پیرشاعری جفاکش را باز هم آسوده نگذاشتند. شهرتی شاهنامه روزافزون بود. داستانهای آن نسخه برداری شده دست به دست می گشتند. شاه بیتها، پندها، حکمتهای آن به حکم ضرب المثل در آمده، مصرع‌های هجوی شاه محمود به زبانها افتاده بودند. هجو را نخستین بار در هرات ابوبکر اسماعیل و ابودلف خوانده بودند و نخستین شنونده بابک بود. بابک بعضی بیت‌های هجونامه را از یاد کرده بود و به جوره‌هایش می‌خواند که بدین واسطه او سببگاری پهن شدن آن بیت‌ها گردید. چنانچه این بیت‌ها: اگر شاه را شاه بودی پدر، مرا برنهادی به سر تاج زر، وگر مادری شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نامی بزرگان شنود. شهرتی شاعر و شاهنامه او ریگ به کفش و کیک به تنبانی شیخ ها و
آخوندها می انداخت. عبدالنبی شادابی در همه جا آوازه می انداخت که فردوسی به پادشاه اسلام عاصی شده از غضب او گریخته در دیهه خود پنهان شده است. خطیبان هرگاه که در خطابه هایشان به قرمطی ها، معتزلی ها، فلسفی های بدکیش لعنت می فرستادند، مجوسان و ستاینده آنها را نیز فراموش نمی کردند. فقط اغواهای آنان از هجومهای زبانی آن سو نمی گذشت. آنها جرأتی از گفتار به کردار گذشتن نمی کردند، زیرا فاضلان و ادیبان شهر، عامه مردم محب شاعر بودند. به خار کننده او شاه محمود نفرت می خواندند. باری نیسانی به استاد خبر آورد که در جامع تبیران بعد از نماز وقتی که شیخ ابوالقاسم به جماعت درباره فردوسی اعتزال مذهب و ستاینده مجوسان سخن می‌راند، محمدی لشکری پیر با آوازی بلند به او جسورانه اعتراض کرد: حضرت، چنین سخنها که در حق فردوسی میشنویم دلیل ندارند، همه فرضی و گمانی اند. از شهر ما چنین یک مردی بزرگ و شاعری شهیر برآمده است که در مشرق و مغرب همتا ندارد. ما را با وی افتخار کردن می باید، نه این که در حقش بدگویی کردن. این را گفته لشکری از مسجد به در رفت. در جماعت غلاغوله برخاست. بیشترین حاضران به تصدیق سخن وی آواز برآوردند. باز جلای وطن. با این احوال 1 سال گذشت. یک وقت در طوس واقعی روی داد که از آن بعد دشمنان فردوسی دلیرتر شدند. شیخ مسلم بن طاهر نامی از همکسبه های شیخ بزرگ غزنوی مهمشاد عزم طواف کعبه نموده سری راه یک چند مدت در طوس توقف کرد و در اولین جمعه از منبر مسجد جامی وعظ گفت. با خشم و آتشینی قرمطیان را دشنام داد. طوسیان را سرزنش کرد که در شهرشان به وجود داعیان اسماعیلیه و قرمطیه طاقت می آورند. به قید و کمع ایشان مساهله می کنند. اخوانیانی کافر پیشه را که در خفیه مجلس ها ساخته بدعتشان را تبلیغ می کنند نادیده می گیرند. وایز ابو علی ابن سینا را به یاد آورده گفت که وی از قهر سلطان دین پناه گریزان و در شهرهای خراسان و ایران پناهجوی است و به طوس هم آمده نظر به خبرهای به دارالسلطنه رسیده در اینجا نیز به خود شاگردان و مریدان پیدا کرده در حلقه آنان درس گفته است و هم عجب نیست با هم مذهبش ابوالقاسم فردوسی بازدید و به یک جایه عمل کردن پیمان کرده باشد. شما طوسی ها مسلمانید،
می گفت شیخ مسلم. نسایی ها، ابیوردی ها، سمنگانی ها، جاجرمی ها که ابن سینا از شهرهای ایشان گذشته است نیز مسلمانند، ولی هیچ کدامتان حرکتی هم نکردید که آن دهری فلسفی را باز داشته به دست سلطان سپارید، بلکه بسیاری از شماها او را با عزت و اکرام پذیره شدید، بیمارانتان را پیش وی طبابت کناندید. بعد این تنبیه و طعنه های شیخ، در طوس گیراگیری قرمطیان، اسماعیلیان، اخوانیان حقیقی و گمانی آغاز یافت. مردمانی جاهلی متعصب با تحریک شیخ و آخوندها به خانه‌های بدکیشان هجوم آورده آن بدبختان را می گرفتند، می کشتند، به زندان می کشاندند. خطری دستگیر شدن به فردوسی هم تهدید می کرد. دوستانش به او مصلحت می دادند که اگرچه موقتاً باشد هم طوس را ترک کرده سری خود را به یگان طرف بگیرد، ولی او راضی نمی شد. کجا برود؟ در ملکت سلطان محمود برای شخصانی همچو فردوسی در هیچ کجا سرپناه نیست. سلطان خود برای شهرت اسلام در هند برهمن کشی می کند، اما در غیب وی در داخل مملکت شیخ مهمشادها، شیخ ابوالقاسم ها، شیخ مسلم ها، عبدالنبی ها باید هزاران قرمطی، اسماعیلی، معتزلی، فلسفی را تسلق سری سلطان دین پناه بکنند. اما فردوسی مصلحت دوستانش را قبول نمی کرد. عمر من تمام شده است، بقیه‌اش به زحمتی که من برای محافظت آن باید بکشم نمی ارزد. می گفت او به آنها: اگر سری پیری من با ایشان در کار باشد بگذار بگیرند. حامیان دین مبین باشند، در گیراگیری بدکیشان به پیری و جوانی آنها نگاه نمی کردند. خبری عزیمت سلطان از هند این گیراگیر را قوت داد. آتش به جنگل افتاده بود، خشک و تر می سوخت. وکیل مالیات ابو ابراهیم که از نیکخواهان سری فردوسی بود، یک شب ابودلف را به حضورش خوانده به طور سری گفت که استاد را بگو در یگان گوشه مخفی شوند، زیرا حاکم نیت دارد که برابری از هندوستان به پایتخت خود برگشتنی سلطان به اجرای فرمان او راجع به بازداشت کردن شاعر او را تحت محافظت نوکران به غزنی فرستد. ابودلف در غایت اضطراب و آشفته حالی نزد محمد لشکری دوید. او را از قضیه آگاه کرده گفت: من استاد را از راضی کردن به ترک شهر عاجزم، مگر اینکه جناب شما به میانه درآیید. محمد لشکری فوراً سوار شده با همراهی ابودلف به باش روان گردید. در حجره درونی باغ فردوسی با نیسانی شاهمات می باخت. شما گفتار 33 را از روی رمانی استاد ساتم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.